Tajikistan, Loic Jaguar Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Аллакай ин шом турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ки дар ин турнир варзигари тоҷик Лоиқ Раҷабов дуюм муҳорибаи худро мегузаронад ва рақиби ӯ варзигар аз Полша Матеуш Ребецкий мешавад. Дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем ки дар куҷо ва соати чанд бахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метавонед. Барои дастгирии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментаре нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. من برای خانمان و جنابان این جای نمازی به صورت ایدونه می باشد، همچنین قرآن پدرکه می باشد و همچنین یک ماشینکای اگون درکان، یک شامپونی واتیکای استحصالی یگیب می باشد که برای ریشه موی سر مستحکم کردن و همچنین این یک صابونی دیگر، باز یک آب زمزم، یک دوخی زمزم که تا 3 روز بوش در لباس میمونه، استحصالی دبی می باشد. این یک توقی دیگر، یک مسواک پاکستانی که استفاده بردنش سند می باشد و همچنین یک تسبیح سنگی. این 8 چیزی که ما نمبر کردیم از شرکت شفافرما میتونید با نرخ 2900 روبل خریداری کنید. این نهمش جای نماز برای شما عیدونه میباشه، دهمش قرآن برای شما تحفه میباشه. چی گونه که در بالا قید کردیم، الکی این بگو تورنیر UFC Fight Night برگزار میگردد که در آن 13 محوریبه به نقشه گرفته شده است. محوریبه اساسی تورنیر محوریبه ریتینگی در وزن نیم سبک بین دو ناکاوتور ایلیا توپوریا و جوش امید می شود و البته که در این تورنیر محوریبه لویق رجبوف ضد ماتئوش ربецкий برگزار میگردد. شب گذشته قریب که همه جنگارو وزن درکاری رو کرده توانستند. متاسفانه لویق رجبوف وزن درکاری رو کرده نتوانست و اکنون او 20% مبلغ خود را به رقیبش میدهد. باید قید کرد که این محوریبه هم برای لویق و هم برای ماتئوش دوم محوریبه در تشکیلات UFC می شود و محوریبه آنها محوریبه 3 راونده شده در وزن سبک میگذرد. تورنیر این بگو انیقترش بگوهی 24 ایون از ساعت 18:30 به وقت مسکو و 20:30 به وقت دوشنبه آغاز میگردد. محوریبه های اساسی تورنیر باشه از ساعت 22:00 به وقت مسکو و 0:00 به وقت دوشنبه آغاز میگردد. محوریبه لویق رجب و ماتئوش ربецкий ششم محوریبه تورنیر می شود و تقریبا از ساعت 21 به وقت مسکو و 23 به وقت دوشنبه آغاز می گردد. اکنون دوستان میگذاریم به قسم اساسی نوار در کجا این تورنیر رو به پول تماشا کرده می شود. تورنیر رو دوستان به پول در تلگرام کانال ما پهلوان تیجه تماشا کرده می توانند. مثل همه وقت ما در تلگرام کانال خود همه سلکه های درکاری رو میگذاریم و شما این تورنیر رو می توانید به پول تماشا کنین. همچنین در حال بعد انجام محوریبه ما در تلگرام کانال خود محوریبه پورا رو میگذاریم. برای همه خودی حاضر در آمده در تلگرام کانال ما ابونه شوین. سلکه تلگرام کانال ما پهلوان تیجه در اپیسانیا و در یکم کامنتاری ذکر پیچ شده. حاضر باشه دوستان بیان در پایان همین نوار با لویق رجبوف دستگیری خود رو نشان میدهیم. مثل هر وقت نشان میدهیم که چگونه ما آنها رو دستگیری میکنیم. لویق ما با تویم و با غلبه تو باوری داریم. شما نیز دوستان دستگیری خود را با لویق رجبوف در کامنتاری همین نوار نشان دهین تا بازدید خانواده سربلند باشین.